چند روز پیش یک پیام تهدید داشتم از گروهی در فرانسه که گفتن رهبر ما خانم فلان به زودی وارد ایران میشه و تو و امثال تو رو که مخالف ما بودی وسط خیابون آویزون میکنن. روز شنبه پیامایی داشتم از مرد نسبتا جوانی از اروپا که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی میکردن و ضمن فحاشی بسیار و تهدیدات فراوان گفت چون تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی به زودی با شاهزاده وارد ایران میشیم و وسط خیابونهای تهران تو رو آویزون میکنیم. برای دیدار خانواده و دیدن ایران عزیزم قصد داشتم که هفته آینده بیام تهران که بعد از کنفرانس دبی گفتم سری هم به تهران بزنم که معمولا این کارو میکنم که باز عده‌ای از داخل ایران متوجه شدم من دارم میرم ایران، منو تهدید کردن و فحشای بسیار رکیک بهم دادن که فقط جرأت داری پاتو بذاری اینجا جاسوس فلان فلان شده، وارد ایران بشی تو فرودگاه آویزونت میکنیم چون تو طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودی و طرفدار آقای پرزیدنت ترامپ. زمان جنگ 12 روزه من تصمیم گرفتم از ایران فرار نکنم و کنار شما عزیزان بمونم که اون زمان از طرف موافقین و مخالفین و این طرفی ها و اون طرفی ها به جاسوسی و همکاری با این سازمان و آن سازمان متهم شدم که برای من و خانواده‌ام و دانشگاه و کالج و مراکز علمی و فرهنگی و بیزینسی ما بسیار گران تمام شد در آمریکا و در ایران هم 2 قطعه زمینی که در پردیس برای ساختن یک مرکز تحقیقاتی پزشکی برای بیماری‌های خاص کودکان خریداری کرده بودیم توسط ستاد فرمان امام مصادره شد. من حمید سلطانی، یک آدم بسیار معمولی بدون وابستگی به هیچ گروه و دسته سیاسی، با تجربه بسیار زیاد و همکاری و همراهی با بزرگان علمی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جهان تا هفته آینده بدون توجه به تهدیدات و حسادت‌ها و خباثت‌های برخی وطن فروشان و ناآگاهان و اجنبی‌ها وارد تهران خواهم شد و در کف خیابان با همین کلاهخود در کنار شما عزیزان ندای صلح و دوستی و آزادی سر میدیم. فقط صلح و دوستی و آزادی، به دور از هر عقیده و هر فکری. زنده باد ایران، زنده باد امپراتوری ایران زمین، زنده